coffee shop or business of coffee? Which one do you want? امروز میخوام درباره تجارت بین الملل صحبت کنم مثل جلسات قبل و همونطور که قبلا هم گفتم این ویدیوها آموزشی نیست، فقط جهت تشویق و ترغیب شما دوست عزیز هست برای ثبت نام این دوره که بتونید به این مهارت بتونید یاد بگیرید، دست یابید. و بعضی اوقات ببخشید من مکس میکنم یک کلمه رو بگم. خب من خیلی از چیز هست، مطالب بسیار زیادی دارم که میخوام برای شما مطرح کنم. البته یادداشت برداری کردم، ولی بس که شوق آموزش دیگران رو دارم میخوام اشتباه نکنم. بعضی وقتا کلمات رو ممکنه جابجا بگم. خب برای این دوره‌ای که صحبت شد و اسمش هست تجارت بین الملل، من یک تلاشی هم کردم که دوره در دانشگاه‌های جامعه علمی کاربردی ارائه میشه، حالا در سطح استان تهران و بعد در سراسر کشور. حالا عنوانش ممکنه تغییری بکنه ولی محتواش همینه. یه نکته که میخواستم بگم و باعث شد این ویدیو رو ضبط کنم این بود که یکی از مدیران دانشگاه یکی از واحدها به من گفتش که امیری آقای امیری شما که تسلط دارید به تجارت قهوه و این کار رو میشناسید، بیایید یک دوره‌های کوتاه مدت مثلا باریستا یا کافه گردونی تدوین کنید که زود بازده باشه، جوونا علاقه‌مند هستند و برای ما هم بهتره که مثلا تعداد بیشتری بیان ثبت نام کنن و الی آخر. گفتم که آره من این دانش رو دارم، ولی وقتی میتونم تجارت رو یاد بدم و به جوانها یه راه بهتر و یا یه راه قوی تری برای پول در آوردن یاد بدم، چرا کافه گردونی رو یاد بدم؟ خب باریستا میشه قهوه چی اگه بخوایم خیلی عامیانه ترجمه کنیم. خب اون هم یک خدمتیه که جامعه نیاز داره و کافه های بسیار زیادی هستن. امروز روز داره بیشتر هم میشه. حالا کافه های زنجیره‌ای وجود داره، کافی شاپ های خیلی خوبی هست در تهران که واقعا کلاس A دارن. اما این رو هم بگم هر کسی نمیتونه موفق بشه تو این رشته از کار و یا هر کسی با گذروندن یه دوره مثلا یه هفته یا مثلا 4 روزه باریستا نمیشه. خب خیلی تو هر کاری باید تجربه به دست بیاری. من خوشحالم که در این دوره و دوره های بعد و کلا در روش آموزش من تجربه حاکمه، علاوه بر این که تمام دانش من از فیلتر یونیورسیتی هم گذشته. اما اون چی که توی دانشگاه به آدم یاد میدم معمولا توی بازار کار نیست. تو بیشتر رشته ها همینه، حالا به جز پزشکی که نمیدونم شاید نزدیکتر باشه به عمل، اما هر کاری شما دانش اکادمیکش رو یاد بگیری با انجام اون کار متفاوته. در بیزینس و بازرگانی خیلی متفاوته، مخصوصا با توی دانشگاه ایران که مدیریت بازرگانی تدریس میشه در سطح فوق لیسانس. حالا گویا دکترا هم گذاشتم، من یادم نمیاد اون
20 سال پیش که من میخوندم فوق لیسانس بازرگانی و کل کتاب‌های مدیریتی ایران، چون من خیلی به مطالعه علاقه دارم، خب خیلی کتاب‌های مختلفی خوندم تو این عرصه. مثلا اون موقع یادم میاد که فصل 5 کتاب مارکتینگ آقای فیلیپ کاتلر خیلی اهمیت داشت که بخش بازاریابی بود و هر کی میخواست بگه مثلا من باسوادم میگفت فیلیپ کاتلر رو خوندی فصل 5 فلان. آره الانم اتفاقا من چند ماه پیش دنبال آقای فیلیپ کاتلر گشتم توی اینترنت، دیدم بله ایشون هم به فعالیت خودش و یا به روز کردن کتابهاش اقدام میکنه و خوشحال شدم که آپدیت بودن رو خیلی ها سرلوحه کارشون قرار دادن و خیلی هم خوب هست. خب شما میتونید ساین اپ کنید، اطلاعات توی دیسکریپشن هست for discourse و یه دوره پرباری رو برای خودتون جمع کنید که من هم صادقانه اطلاعاتی که دارم رو در اختیارتون میذارم. و میخواستم بگم که خب در برابر اونی که چیز هست گفتم مثلا باریستا بشید یا مرچنت بشید یا چی میگم به فارسی، نمیخوام بگم تاجر، یه کار دیگه تو همین فارسی بش ترخیص کار، بروکر. ببینید بروکر میشه کارگزار، یه کار با کلاسی هستش. شما میتونید کارگزار تجاری باشید، در واقع خیلی معنای بهتری داره، شخصیت اجتماعی بهتری داره. حالا عنوانش توی ایران یه موقعی میگفتن حق العمل کار که مربوط به دهه 50 میشه. این عنوان شغلی توی مجلس اون موقعی که داشتن قانون تجارت رو وضع میکردن این عنوان رو گذاشتن روی این شغل، ولی امروز روز بهش میگن بروکر و خیلی هم شغل پردرآمدی هست. دیگه بخوام نکاتی رو که قرار بوده برای شما صحبت کنم، خب میخوام بگم که شنونده باید عاقل باشه در مورد فایل‌های اینترنتی. تو یوتیوب خیلی صادق هست و سوء استفاده از سادگی دیگران بسیار مذمت شده است، کار شایسته‌ای نیست و شما هرچی به دانش یک کاری تسلط بیشتری داشته باشید خب مسلماً آگاهانه اقدام میکنید و من هم سعی میکنم که به دور از تخریب دیگران یا قضاوت دیگران دورم رو در اختیار شما بذارم. پس ثبت نام یادتون نره. نکته‌ای که میخواستم بگم، فروش بسیار مهمه. فروش یک هنره و قسمت فروش هر کمپانی قلب تپنده اون کمپانی هست و اینی که باید جامعه‌تون رو بشناسید. جامعه شناسی توی تجارت بسیار مهمه. من خیلی جاها گفتم که شما اگر فرهنگ کشور مبدأ برای واردات و یا مقصد برای صادرات بدونید بسیار کارتون راحت‌تر میشه، چون المان‌های فرهنگی هر کشور نکات کلیدی هستن که شما رو به موفقیت نزدیکتر میکنن. فقط دونستن یک تخصص کافی نیست. واقعیت اینه که شما در هر جای دنیا که دارید زندگی میکنید
تابع قوانین، فرهنگ اجتماعی و روتین اون جامعه هستید. خب هر جامعه‌ای که تعقل حاکم باشه دیگه از توکل فاصله میگیره. البته حافظ هم گفته راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، اون بحثش جداست. ولی من میخواستم عرض کنم که بنا به تشخیص فکر خودتون یک کاری رو انتخاب کنید، ادامه بدید و من بهتون توصیه میکنم تجارت بین الملل رو، چون کاریه که این روز خیلی جوامع بهش نیاز دارن. ایران هم همینطور. الان اگر در ایران هستید میتونید از دوره‌های من به صورت حضوری یا همین اینترنتی استفاده کنید. اطلاعات تماس توی دیسکریپشن هست. من برای خیلی از شرکت ها ورکشاپ هایی میذارم چند روزه که مثلا تیم بازرگانی خارجی شرکتی رو ارتقا بدم. این هم هست، جزء خدمات من هست و باز باید تماس بگیرید تا هماهنگ بشید، چون بگم برنامه ریزی یا اون چیز اسکیجول من شلوغ هست و من باید زودتر بدونم که چه کار کنم که به تمام این برنامه ها برسم و برای کسی چیز نکنم، کم نذارم دیگه. نکته ای که قرار باشه توی این صحبت بگم چیزی نیست. آرزوی سلامتی دارم براتون و همه شما رو تا ویدیو بعد به خدای بزرگ می سپارم.